پیتزا کلبه یه پیتزا فروشی ارمنی پرملات ایرانی پسنده. تو پیتزاهاشون از پنیر پیتزاهای با کیفیت مطهر و شیرآوران ریختن. یه پیتزا بیکن پلاس دارن که روش چوریتسوی 90% آرمن ریختن و داخلش بیکن و لایه لایه گذاشتن و خیلی پرملاته. خمیر پیتزا بافتش سبک و نرم و خوشمزه است. سوسیس و کالباسشون برند آندره و آرمن و ربات هست که با کیفیت هست. پیتزاهاشون 2 سایزه، تک نفره که 23 سانت و 2 نفره که 30 سانتیه. اینم فیش پرداختیمه که مالیات هم نمیگیرن. یخچالشون خیلی دهه 60، از این نوشابه شیشه‌ای‌های قدیمی دارن که جالبیش اینه قد کوکا کوتاه‌تر از فانتا بود. سیب زمینی سرخ کرده هاشون رو تو روغن تمیز سرخ میکنن و روی میزاشون 2 مدل سس گذاشتن که برند بیژن بود. یه مغازه خیلی کوچولو که هیچ دکوری نداره و 2 تا میز صندلی پلاستیکی داخل و بیرون مغازه گذاشتن. فقط روشویی دارن و سرویس بهداشتی و WC ندارن.